این گوشیایی که من اینجا چیدم، این فلش هارد حافظه. گفتید برای چی گذاشتم؟ بله درسته. حجم داده ها رو من با واحدی به نام بایت نامگذاری میکنم. منتها بایت یه واحد خیلی ریزه. نیاز دارم یه پیشبند قبلش اضافه کنم که این واحد رو بزرگتر کنم، مثل کیلوبایت. کیلوبایت هر کیلویی که من بذارم 10 به توان 3 بار به اون عدد اضافه میشه. پس هر یک کیلوبایت 10 به توان 3 بایت. بعد از اون واحد مگابایت رو دارم. مگ، همونطور که ما حجم داده اینترنتی خریداری می‌کنیم بر حسب مگ یا بر حسب گیگ. هر 10 به توان 3 کیلوبایت 1 مگابایت. پس هر 10 به توان 6 بایت 1 مگابایت. بریم سراغ گیگ. گیگ 10 به توان 3 مگابایت. پس 10 به توان 6 اگه زد 10 به توان 3 بشه 10 به توان 9. 10 به توان 9 بایت میشه 1 گیگابایت. یه واحد خیلی بزرگتر که حجم این هارد حافظه بر حسب همونه ترابایت. هر 10 به توان 12 بایت 1 ترابایت. حالا شما به من بگین دور اطرافتون حجم گوشیتون چقدره، چه حافظه‌ای میتونه دریافت کنه و اما اقسام فلش یا رم یا هارد حافظه‌ای که دارین چند بایته یا چند مگابایته یا چند ترابایته.